بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از مواردی که در جامعه ما کمرنگ شده و یا احیانا به اون گونه‌ای که شریعت و دین از ما میخواد اون گونه نیست، بحث دعوتی و مهمانی دادن هست. ما میدونیم که اطعام طعام یکی از مواردی هست که الله متعال به اون ترغیب کرده در قرآن مجید و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربار خودشون در این زمینه بسیار تشویق و ترغیب شده. اما مطلبی که میخوام عرض بکنم اجابت دعوت هست. اگر برادر مسلمانی شما را دعوت کرد به منزل خودش یا در خارج از منزل برای اینکه با هم در واقع غذایی را بخورید، سر سفره ایشان بنشینید، این وظیفه دینی و شرعی شما هست که باید اجابت بکنید. متاسفانه بسیاری از ما امروزه این مطلب را به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک از حقوق مسلمانان احساس نمی کنند. این حق برادر مسلمان شما هست. وقتی که شما را دعوت کرد به منزل خودش، سر سفره خودش، این حق او هست که شما باید اجابت بکنید و بروید سر سفرهش بنشینید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح مسلم که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده می‌فرمایند که اذا دعا احدکم اخاه فلیجب، هرگاه که یکی از شما برادر مسلمانش را دعوت داد که لقمه نانی با هم بخورند، نان و نمکش را شما بخورید، فلیجب، برادر مسلمان باید اجابت بکند. یک دستور اکید هست از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم، فلیجب عرسا کان او نحوه. انسان مسلمان دعوت برادر خودش را باید اجابت بکند، اهم از این که دعوت به عروسی باشد یا امثال این باشد، به مناسبتی باشد یا بدون مناسبت. این یکی از حقوق مسلم برادر مسلمان هست که وقتی که شما را دعوت کرد به منزل خودش، شما دعوتش را اجابت بکنید و بروید و سر سفرهش بنشینید و غذاش را بخورید و همچنین برای برادر مسلمانتون دعای خیر بکنید. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند شر الطعام طعام الولیمه. مطلبی که متاسفانه امروزه در بسیاری از مناطق مسلمانان و جامعه مسلمانان رواج دارد که در دعوتی ها و ولیمه و دعوت عروسی افراد مشخصی رو دعوت می کنند، کسانی که شاید اصلا نیازی به دعوتی نداشته باشند و امیدی به دعوتی ندارند، اما کسانی که فقیر هستند، مستمند هستند، چشم به راه هستند، امید این رو دارند که یک روزی بروند در خانه برادر مسلمانشون غذایی رو بخورند، این برایشون یک رؤیا شده، این افراد رو دعوت نمی کنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که بدترین دعوتی دعوت عروسی هست، ولیمه‌ای هست که افرادی را که نمی آیند دعوت بکنند و افرادی را که می‌خواهند بیایند اونها را دعوت نمی کنند. می‌فرمایند شر الطعام طعام الولیمه یمنعها من یأتیها، کسی که می آید اونو منع می‌کنند، نمیذارند، چون که کارت دعوت نداره، دعوتش نکردند، فردی هست که شاید از نظر اجتماعی جایگاه بلندی رو نداره. این کسانی که میخوان بیان برای عروسی و برای دعوت این ولیمه، اینها رو منع میکنند و نمیگذارند. و یدعا الیها من یأباها، کسانی که نمیخواهند بیایند، هیچ رغبتی رو ندارند که برن سر سفره کسی دیگر بنشینند یا خودشون رو بی‌نیاز میدانند، این افراد رو دعوت میکنند. به 1000 نفر دعوتنامه میفرستند، در نتیجه میبینیم که 100 نفر اومدن، اما صدها و هزاران نفر دیگر هست که این براشون رؤیا شده که یکی اونها رو دعوت بکند، سر سفره خودشون بنشاند، اهم از این که عروسی باشد یا غیر عروسی. متاسفانه این چنین افراد دعوت نمیشوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید و من لم یجب الدعوه فقد عصى الله و رسوله. این نکته بسیار حائز اهمیت هست. اگر برادر مسلمانی شما را دعوت داد در منزل خودش که بیایید سر سفره من بنشینید، با هم نان و نمکی بخوریم، الان صرف نظر از این که دعوتی چی باشد، ولو این که دعوتی برای یک چایی باشد، برای بسکویتی باشد، برای نان خشکی باشد، لازم نیست که حتما
گوشتی باشد یا اینکه کبابی باشد یا چیز دیگری. حتی همون ساده ترین غذایی هم که هست، احیانا رسول الله صلی الله علیه و دعوت می شدن برای روغن یا زیتون بوده، برای سرکه، غذای خیلی معمولی که در اون زمان وجود داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم اجابت می فرمودند. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که دعوت برادر مسلمانش را رد بکند، نه تنها این که در واقع این اجابت دعوت نکرده، بلکه مرتکب گناهی شده. رسول الله میفرماید فقط عصى الله و رسوله، چون این فردی معصیت کرده، مخالفت کرده با دستور خدا و رسول. پس بنابراین بیاییم با این دید و با این انگیزه که هم انجام داده باشیم دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم را و هم سرور و خوشحالی را در قلب برادر مسلمان خودمون وارد کرده باشیم و خود ما هم یک ثوابی رو ببریم. هر کسانی که به ما دعوت میکنند ما را و به خانه خودشون فرا میخوانند، انشاءالله دعوت را اجابت بکنیم و هیچ دعوتی را مگر آن که ممنوعیت شرعی داشته باشد، امور خلاف شرعی وجود داشته باشد، بدون بهانه سعی بکنیم که هیچ دعوتی را از برادران مسلمان خودمون رد نکنیم. الله متعال مهر و محبت را در قلب تمام مسلمانان انشاءالله ایجاد و پایدار بگرداند. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.